با نزدیک شدن به تعطیلات آخر سال فقط میخواستم چند لحظه از وقت شما رو بگیرم و این ایام رو به شما تبریک بگم و براتون سالی پر از آرامش، سلامتی و اتفاقهای خوب آرزو کنم. آخر سال معمولا زمانیه که خیلی‌ها کمی مکث میکنن، به آینده فکر میکنن و برای سال جدید برنامه‌ریزی میکنن، به خصوص وقتی صحبت از تصمیم‌های مهمی مثل خرید خونه باشه. به همین دلیل تصمیم گرفتم اوایل سال جدید یک سمینار آموزشی برای خریداران برگزار کنم، مخصوص افرادی که قصد خرید برای سال 2026 دارن یا حتی دارن فکر میکنن که این کارو بکنن یا نه. در این سمینار درباره آماده‌سازی مالی، استراتژی خرید، کمک‌های فروشنده‌های املاک و اینکه چه نوع ملک‌هایی در سال آینده انتخاب‌های هوشمندانه تری هستند صحبت می‌کنیم. جزئیات سمینار رو به زودی براتون به اشتراک می‌گذارم تا اون موقع تعطیلات خیلی خوب داشته باشین و سال نوی فوق‌العاده‌ای پیش رو داشته باشین.